سلام برای بچه خفن، حالتون چطوره؟ من امیر هستم و خیلی خوش اومدید به چنل من، یعنی چنل امیر منو. اینجا چنل خودتونه، پس سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، بوست کنم این کله های ناز و نابتون رو. امروز آموزش رو بردم، چه آموزش نابی، آموزشی که فقط به شما سود برسونه. اینجوری سود میدم بدون سود خالص. یعنی اونجا اگه کله هاتون میشم بود ماچ میکردم، بودم اینم بگیر سودش، سود بهتون داغشمیر مگه مثل این یوتیوبرها ضرر بهتون برسونه. خب امروز میخوام گاناتون رو یک پیکشون رو گلد کنم. خب یعنی یک به یک گاناتون دونه به دونه گلد میشه، هم اکانتتون با ارزش میشه، هم لذت میبرید از بازیتون. مثلا گان طلایی رو میبینید عشق میکنید، ارضا میشه، آرامش خالص میگیرید وقتی گان گلد رو میبینید. هم از اون طرف یک گزینه واسهتون بازی مثل دایمند، گاناتون دایمند میکنید یا اول این دایمنده یا اول. اونایی که دارن کامنت بذارن دایمند چیه، پشمای بقیه میریزه، انقدر عالی. حالا شما خودتون بلدید، استادید ماشاءالله، ولی خب گفتم حالا شاید خیلی ها مثل من نوبم، بیام این آموزش رو بهشون بدم که برن گانا رو دایمند کنن. اینجا از این قراره که من یه آموزش رو تو همین ویدیو بهتون دادم، یعنی رایگان فریه. اون یاره فری صندلی رو از من گرفت. این آموزش فری رایگانه، به راحتی با آموزشی برو اصلا کیفشو کن. بچه‌ها ویدیو اصلا ببین اینو بذارم واسهتون، یه ویدیو دارم رونمایی از اکانت بچه پایین داغشمی رو واسهتون بذارم، یه ویدیو هم دارم 5 اتچمنت برتر میاد وسط، یه دونه ویدیو دارم اصلا نگاه کن، یه اچ پیدا کردم همش باگ، همش لب میزنه وانشا، اینو نبین مثل نگاه کن اصلا نمیندازه سه شات چارج، یه اچ اس شد اول 6 تا تیر میزنه میندازه. اونم واسهتون آماده کردم. اون ویدیو هم اچ باگدار پیدا کردم، گیم پلی واسه چند تا دیوایس چون اوکی کردم، نکردم دیوایس عوض کردم اوکی کردم، حالا لگ مگ نمیگیره فلان، داریم گیم پلی ضبط کنیم. اون اتچمنت هم واسهتون میرم، کلا میخوام یه راجع به تنظیمات و این چیزا خورده توضیحات بدم، دستتون بیاد بدونید باید چیکار کنید. اچ این باگش قشنگ بچینه، این لگه رو بگیره وان شات کنه، 20 تا شات به یه بات حقیر نزنی، بعد از 20 شات چی نشه. خب بریم سراغ آموزش. اینجا باید توی مود هارد پوینت مپ شیپمنت همش بازی کن. خب میریم اینجا واسهتون یه گان بیارم، وایسا یه گان واسهتون بیارم که مثلا US9. خب بیارم اینجا. خب اینجا مأموریت داره. خب این مأموریت اولش بهت میگه 400 کیل بگیر، یعنی همینجوری برو تو بازی مولتی 400 کیل بگیر. دومی گفته 75 تا هیپ فایر بزن، یعنی با همین گان 75 تا هیپ فایر بنداز بره یا علی مدد. اینجا گفته 45 تا از فاصله، یعنی توی رنج طولانی 45 تا بگیر. بعدی گفته که 200 کیل فول هست، یعنی 5 تا اتچمنت رو بچین 200 کیل بنداز لذت ببر. بعدی گفته 80 کیل هدشات، یعنی 80 تا تو با این گان هدشات بزن که این کمو باز بشه. آخری هم که میگه 60 تا کیل بدون اتچمنت بگیر، به همین راحتی گلدت باز میشه. یعنی این کارا رو که انجام میدی واسه هر گان جدا جدا انجام میدی، گلدشون باز میشه. خب حالا گلدمون با چجور گانمون رو مثل این دایمند اصلا عشق کنیم، اون دایمند رو چجور با کنیم، داغشم یادمون بده، الان یادتون میرم عدد 2 رو کامل کن. خب میریم اینجا. خب وقتی گانا رو گلد کردیم، بخش دایمند اینجوری درصدی میاد، میگه باید شما 150 مچ بازی کنید، توی هر مچ 10 کیل، یعنی مچی که بازی میکنی یه دونه مچ 10 کیل بگیری، یکی مچ 2 10 کیل، مچ 3 10 کیل، کم کم تا این 150 تا. الان نگاه 5 تا مچ من بازی کردم، توی 5 تا مچ هر کدومشون 10 کیل گرفتم، شده 50 کیل، 5 تا شده. همینجوری دایمنده رو باز میکنی به راحت که اینجوری گانات سیستوقی میشن. میدونی سیستوقی داشتم چجوری به این گانات اینجوری میشن، نشخای داغشمیر. خب این هم بود از آموزش امروز. خیلی دوستتونم، این دنسم به عشق خودتون. تا یه ویدیوی دیگه، گود بای، خدا نگهدار.